همداران سلام علیکم. 24 می سال 2025 می باشد. قرار داریم در شهر لیوکن ولایت ختلون. قرار داریم در خواجگی دهقانی پیوند حاجی بابا خواجگی رهبری قیام الدین مومنوف. قیام الدین مومنوف. حاجی بابا ما اومدیم در خواجگی شما الان که دیدیم اینقدر زردالوهای بهترین پختگی زردالی رباده بوده است. این طرف ما لور نبوده است. حاضر درباره همین دو زردالو گپ میزنن. باز نزدیک من گفته به شما نشون میدم. درباره این زردالوها گپ زنیم. این زردالو اصلا وطنش از کالیفرنیا، تشکیلات بین‌المللی اوساید آوردگی بود. ما همیشه همچون دهقان نیهال پرور مثال زیاد کردیم. همین نیهالا ششاندیم. بعد ما اصلا نیهال پرور همین نیهالا پیوند میکنیم. این زردالو نامی رباده هست. بسیار سرخ، جلودهنده، زیبا و نهایت سرحاصل میشود. همین رقم زدم اونم که آفتاب بسیار دوست می‌دارد. این با واسه ابریز که بریدن شاخه‌ها را کمتر کردن در کره آفتاب بسیار دوست می‌دارد. حاصل فراوان می‌دهد. این هم به طریق تر تازه فروخته می‌شود. به طریق تر تازه هم به طریق کنسرو کنونی هم به طریق خشک کنونی. دانه‌هاش مایده های، گوشتش بسیار است. مزه‌اش چه باشد؟ مزه‌اش خورده بینیم کیسلا سلات که میگن خیلی تعبیر خوب دارد. این ترانسپورتابل نمی به جای برده بسیار میشه. ترانسپورتابل که اگر همین ما حاضر من همین شاورو بچینم 14 15 دیگه ما میتونیم با تمام اروپا یا قزاقستان یا روسیه روان کنیم. یگان مشکلی نیست. یگان این سماپلود بسیار میبندد. نه این بسیار میبندد. حاصل نهایت فرا این دیده است. حاصل بسیار نهایت بسیار دارد. لیاژ نیست. یعنی که بسیار میستد. این 14 15 به مالال میستد. این اگر نچینیم نمیریزد. اگر رنگ دیگه شفت زرد میشه دتناش. بعد میریزد. ممکن ریختن ما برای سنجش ولی نگاه ممکن یه هفته دیگه با نگاه. این رباده گفتید. این رباده. عین زمان در بازار چند پول است؟ عین بازار همین رباده. عین زمان. ما اکنون 13 در بازار رفتیم لورناش 17 رفتیم. یعنی که شما 13 میتید. 13. قیمتی بد نمی؟ قیمت نیست. این ایمو میگن 13 میبرن در روز 20 چون میفروشن. بعد ما چیکار کنیم بعد خیلی مجبوریم ما موافق همو هر یک چیز. اگر باید 10 فروشن شما 5 میتید. ما اگر 10 یوزا با 5 میتید. در بازار ما اینا انا $7 مثال دیگه کنی که بردیم هفته دو سه میگن یارو برای 9 فروش بسه. 9 فروش بسه. ما تعمیر میکنیم. و اختیار بخیر. هنرش میفروشه. همداران عزیز بسیار دهقان رو ارود میگیرد. دهقان حرکت میکند ارزان تر فروشد. نه کلونش حالی من رباده نشون دادم. ولی من لور ندم میگذاریم. این رباده اکنون اجازه شما قدیم یک میچشم من از اون جدا میشه دونش مایده بوده است. چه که همداران عزیز من حالی نخورده گپ میزنم که شیرینی این زردالوها با شیرینی زردالوی اسفرو کنی بودم نمیبراید با اشتو کنی بودم چون که وای محلی خودمون نهایت شیرین است. لیکن با مانند اینا ترانسپورتابل نی می استودگی نیستن و رو میچینه تو بگاس مولوی میشه و بایرون میشه سیو میشود. در حقیقت زردالوی ما بهترین هستند. شما حاضر ارود میگیرید که زردالوی ما بهترین است. زردالو تو زردالو فرق دارد. وای بهترین در شیرینی است. این بهترین در بیزنس است. در دهقان این خوبتر بهتر. دهقان به این خوب که میبرند میفروشد بر همین بر وقتی 13 این مردکا سپاریسودا باشند در مهرگان من میدونم که الکی 20 است. بسم الله الرحمن الرحیم من همینش چشم مزهش بهش میگویم. زردالی اولی بهار. بله. اولی تابستان. همین قدر میشود. اکنون میگذاریم همداران عزیز این رباده بود. نیهالش داره. نیهال ما برای نیهال هم تیار کردیم برای از ما نیهال پیوند میکنیم. نیهال میفروشه. بله. تلفن شما میمونم خلق از اون میمون گپ میزنه با یک چاچی ارزان کنید نیهال ده. ان شاء الله. همداران عزیز میگذاریم با دیگر زردالو. این زردالو گوشت است. زردالوی لورنا. نیکی لورنا بود از دو تیشه چی نمالش می. من دو تیشه میگیرم. دو تا این یک دستی من پروشید لورنا. اینو حاجبا گفتن که یک لوخ 17 فروختید نه؟ یک لوخ خیلی ما کم تون بردیم برای بازار برای 17 فروختیم. 17 فروختید. این در حقیقت لورنا بود است. اینو ببینید. دو تاش دستی من دیگه سیماش نمیگنجد. یک تاش دو تا تخم. رزمیر دو تا تخم یک تاش اینو ببینید.
همین خوبیش همین که دانش مایده های گوشتش بسیاره برای خوش کردن این قپیت عجایبات میشه من از یک تاش شده میبینم درباره این گپ زنید این هم از کالیفرنیا امریکا ورده شده است با نام لورنا LR1 میگن لورنا است این هم همون زردولی ترانسپورتابلی برای های دور برده میشود سرگوش است بسیار جلو دهنده تازه بسیار زیبا های بسیار دلکش های در بازارها رقابت پذیر بفکر در جای اول میستند نهایت سرحاصل صادرات نقص صادرات عجایب ها برای اصلا یا برای صادرات اصلش برای صادرات کردن این رو قزاق و روس بریدگر به نهایت نرخ میفروشد هم دیوران عزیز نهالش حاجی بابا بسیار دارن خریداری کنید باغ ها کنید و خریدار خودش پیدا میشد اگر وقت باغ شما 2 گکتار 3 گکتار باشد و از باغ شما یک تا ماشین خلادینی پر شود همون خریدار میبیاد یک تونه 2 تونه برای خریدار نمیگیرد اگر باغ شما کلان باشد و خریدار گوید که او اینجا به یک ماشین پر کرده میشد هم یک ماشین میبرد میگیرد میبرد این عادتا همین خیلی است درست ما مثلا میتیم با رو که یک لوخ یک نمود پیوند کنن یک نمودشون خیلی آمیخته نشونه یک نمود کنن یک نمود که بسیار خوب میشه فایز برکتش بلند میشه بله وقتی که شما باغ هر نمود میکنید برای کیف خودم کدام میگید 5 گکتار برای کیف خودتون چند کم میکنید 2 گکتار برای کیف خودتون هست کنید در خونه بله در خونه وقتی که باغ کلان میگیرم من مادرم گفتگی بود خدا رحمت و یک نمود نگفت بچه‌م گفت 2 نمود کن بسیار زیاد نکن گفتگی بود که بچه‌م باغ شود برای فروش خود ما میکشیم هم جوران عزیز تربوز بودن فکر کردم که کلان میکشیم گفتم خود ما اینا میشکنیم دونش به هزار جدا میشه تونو که مایده ها دونش گوشتش بسیار گوشتی این رو یک گاز قطعی نمیخورید بسم الله الرحمن الرحیم کم ترجیح اوش باشه کسکنده این نظر به ربده آبدار گوشتش بسیار داخل این به مزه تر این با یک مزه دیگر هم دارد لگ تابی خوبه تابی دیگر هم دارد ها همدیران عزیز خوردن من به دشنام نکرد نخورم دشمو گفتن نمیتونم مزهش چیست در پناه خدا باشد اینا چین دیان گفتن نه اینا چین دیان نه چین ببینید کلونش رو درون ببینید چقدر میبندد نزدیک برو میشه کلونش رو ببین انا اینو ببین هر یک تا هست که اینو ببینید با پلوسش در چه کسکنده که بجو میشه یک برده بجو میشه یا اون چمچه خود وایم نمیخوره همدیران عزیز چی گفتنی دارید نسبت حاجی بابا فکر میکنم فقط گپای خوبی گفتنی هستید نویسید بعد یک چیز همین تماشا که میکنید تاگش رو подписаться است هم подписаться جقت واسبی نیست هم سبوکه هم تا جقت تمام همدیران عزیز در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد